قابل توجه دوستانی که میگن کبابتون خشکه و آبدار نیست، این خدمت شما. در خصوص اینکه ما جدیدن کباب رو با دستگاه اتوماتیک میزنن، یه سری کامنت هایی برای ما نوشتن دوستان، یه سری از خودم سوالاتی کردن که خواستم اینجا توضیح بدم. کبابی که ما میزنیم کبابیه که یه مقدار چربیش نسبت به متریال قبلی فرق میکنه، یعنی مقدار چربی کباب رو بیشتر کردیم، آب پیاز رو بیشتر کردیم. همین کمک میکنه که کباب در اثر اینکه با دستگاه زده میشه زیاد به قول گفتنی خشک نشه. این دستگاه جدید هست، با دستگاه قدیم فرق میکنه. دستگاه قدیم به صورت عمودی گوشت رو پرس میکردن، خیلی هم حجم بالای پرس باعث میشد که کباب خیلی سفت میشد. الان این دستگاه رو دقت بکنید، فکش به صورت افقی بسته میشه، اونقدر فشار به گوشت نمیاره که آب گوشت بخواد کشیده بشه. من یه دونه بر شما میزنم، شما نگاه کنید. این کبابی که با دستگاه زده شده، ببینید آب کباب شما ببینید، چربیشو ببینید. اون دوستانی که کامنت میذارن کبابتون خشکه، چرب نیست، این خدمت شما.